امروز قرار فوتبال بازی کنیم. 11 تا نونهال در برابر 3 تا بزرگسال. 6 نفر مسابقه 3 به 5 شروع میشه. من و ارشیا و دروازه‌بانم پارسا در مقابل 5 تا از بهترین نونهال‌های آکادمی امید ایرانی‌ها. اما یه قانون داریم که هر لحظه بازی رو برای ما سخت‌تر می‌کنه. هر بار که ما گل بزنیم یه نفر به تیم بچه‌ها اضافه میشه. یعنی 3 به 5، 3 به 6، 3 به 7 و همینجوری ادامه پیدا می‌کنه تا جایی که برسیم به 3 تا بزرگسال در مقابل 12 تا نونهال. حالا سوال اینجاست: تجربه و قدرت بدنی ما برنده میشه یا فوتبالیستای کوچولو با تعداد بیشتر شکستمون میدن؟ تا آخر ویدیو رو نگاه کن، چون آخر بازی اصلا اونجوری که فکر می‌کردیم پیش نرفت. سلام. سلام. حالت چطوره؟ خوبه. اسمت چیه؟ مارسیا. اسمت چیه؟ یاسین. خب یاسین چند سالته؟ من حدوداً 11 9 سالته. تو بازی همه اینا بهتره استاد میگه، درسته؟ بدک نیستم. آیا ببین که گفت بدک نیستم. به نظر شما میبرید یا ما میبریم؟ ما میبریم شما. ما فقط گلرمون درازه وگرنه هیچی نیستیم. شما میبرید اینقدر مطمئنی؟ خیلی مطمئن. خب الان دروازه‌بان اون پشت می‌بینی؟ چند تا گل بهش می‌زنید مثلا؟ 40 50 تا می‌زنیم. استاد سلام. سلام. خوبی؟ قربونه. خوبی. آقا شما مربی بازیکنایی که قرار جلو ما بازی کنن امروز. بله. خب ما 3 نفریم. شما از کجا میتونن ما رو ببرن؟ همون اولش میبرن تو. یعنی رو 5 تا ما رو میبرن. آره اصلا 5 میمونن. اگر اینکه من بخوام بچه‌هامون بازی کنن همه بگم یه 2 تا گل به خودتون بزنید تعویض کنید. آها یعنی خیلی کری خوندید دیگه. چون میدونی بعد کری خوندی دیگه. چون این چی عجب. ببین بعد بازی هم یه مسابقه که داریم ما. باشه مشکل نداره. ما هستیم، ما اینجا هستیم. دم شما یا فقط شما بمون مسابقه ما میمونیم. نه ما فرار نمی‌کنیم. تا آخر میمونی دیگه. پارسا جان حالت چطور عزیزم؟ قربونه. داداش چی خوردی که اینقدر بلند شدیم؟ نون پنیر نرده بود. بعضی از اینا رو واقعا تو 2 برابرشونی جدی قدی. بعضی مثلا 5 6 برابرشون. اما تعدادمون کمتره. آره متأسفانه تعداد برتری عددی با اوناست. به نظر ما میبریم یا اونا؟ آقا ایول بزن بریم. قربانه. با سلام خدمت بینندگان محترم. بازی نابرابر بین تیم‌های بزرگسال و نونهال. تیم بنفش‌پوش نونهال با لول بسیار عالی در مقابل 3 بزرگسالی که لباس‌های مختلف پوشیدن و میخوان ببرن. قانون بازی این شکلیه: به ازای هر گلی که بچه‌های بزرگسال بزنن یکی از نونهالان اضافه میشه. نونهالان تیم 5 نفره رو تشکیل دادن، بزرگسال تیم 3 نفره و گل اول توی دروازه. لایی اول رو میزنه ارشیا کریس. 6 نفر شد. بازی شروع میشه. مجدد. خب تیم تو دست بهترین بازیکن تیم نونهال، گلرمون، گلر بلند قامتمون، جان لویجی بوفونه. اسکاری‌های مجدد، اسکاری‌های قوی، 3 نفر مقابل 6 نفر، یه توزیع نابرابره. اسکاری میکنه علی مسی و توپو لو میده. دوباره مجدد بو گرفته. دوباره همکاری 2 نفره زیبا. توپ نرسید. یکی از اسمای بازیکن‌های تیم حریف به نام مارسیال، اسم عجیبی داره، اسم خارجی داره. یکی از بچه‌های کف فرانسه است که مهاجرت کرده به فرانسه، الان اومده ایران و بالاخره مارسیس خیلی بازیکن واقعا قوی هستش. اتفاق عجیبی داشت میافتاد و نه گل نیست. آهان یه موقعی جدی و توی دروازه تیم نونهال گلی میزنه. یه گل عالی از تیم نونهال. حالا اینجا یاسین توپو گرفته و داره آقای حیدری دریبل میکنه. ماشاءالله عالی یاسین یه لحظه میاد تو جلد نیمار و دوباره یاسین و وای وقت بسیار خطرناک. بازی ادامه داره. یه بار دیگه تیم نونهال و نشد. یه بار یه همکاری 2 نفره عالی. ببینیم میتونن گل بزنن یا نه. و توی دروازه گل دوم برای تیم بزرگسال. حالا باز هم تعداد نابرابر میشه 7 در مقابل 2. یه گل بسیار قشنگ. آقای حیدری هم که مثل همیشه فقط دنبال اینه توپو نگه داره ولی نمیخواد بدوه. بیشتر کارو ارشیا کریس میکنه.
مجدد موقعیت مجدد و یه گل دیگه. کریستیانو رونالدو چیکار میکنه؟ هتریک میکنه. یه گل دیگه ولی 3 در مقابل 8. توپو میگیرش. یه موقعیت جدی اگر شوت کنه گل میشه و پوکر گل 4 میزنه آقای ارشیا. 3 در مقابل 9 نفر. مجدد این موقعیت حساس و نمیتونه. پارسا باز هم توپو میگیره. انشالله تیم نونهال کاملا از گل‌زنی بالایی برخورداره و معلومه که چیزای مقوی مصرف میکنن. بسیار بازی جذابی شده و کاملا نابرابر. 9 نفر در مقابل 3 نفر. نمیدونم این بازی قراره تا کجا ادامه بده. موقعیت جدی و توی دروازه. خدای من یه چیپ درجه 1 میزنه این بازیکن. خوشحالی بعد از گلم میرن. چیپ در حد نبیل فکر. چیپ کاتدار و خوشه. سیو عالی از پارسا. لویاشینی خودشو نشون میده. داخل اون سمت زمین بسیار کوچیکه و لیز. باید بازیکن‌ها مراقب هم دیگه باشن. احتیاط فقط. یه جدی باز هم لویاشین توپو میگیره. این گلر دیگه تبدیل شده. این دیگه پارسا نیست، این لویاشینه. پشتش دریبل میکنه میره برای موقعیت بعدی و توی دروازه گل. علیرضا باید با یک حالت بهتری بازی بکنه و انشالله لویاشین تک دست میگیره. احمدرضا عابدزاده شده. بسیار تیپ نابرابر شده. نمیتونم بشمارم تیم بنفشو. ماشاءالله اشیا موقعیت خوب اینجا گیر آورده. 2 3 نفر در مقابل 11 نفر. چه توپی میگیره پارسا. یه پاس بلند میندازه برای اشیا. کنترل سینه ولی نتونه. اشیا خسته شده دیگه نشسته. توپ سمت اوت میره. بسیار هدفگیری قوی. دست در حد لویاشین ولی پا در حد ستوسن حسینی. اصلا نباشید میگم خدمت بینندگان عزیز این نیمه به اتمام میرسه. امیدوارم که لذت برده باشین از این بازی. یه استراحت کوچیک و دوباره بازی شروع میشه. با تشکر. گفتتون 1-2 نفر رد میکنید همش بعد میرید جلو گیر میکنید. نگاه می‌کردی که خالی بود داشتی پاس می‌داد. به خاطر این تعدادی که دارم واقعا والا این گل کنه. داشت گل نزد در من این پایینا سخت شدی. یه دونه یاسینی چه قدرت بدنی داره دوباره برای تو جدی عوضتون نیمه دوم این بازی جذاب. یه استراحتی کردن دو تیم. یه آبی نوشیدن. یه قهوه خوردن. میخوره اون بالا. بازی هنوز همون 7-1 و تیم نونهال 11 نفر در مقابل 3 نفر تیم بزرگسال هست. این دوم هم باید بازی جذاب باشه. فکر میکنم دیگه تیم بزرگسال رو به بازی لانگ بال یا بازی بلند آوردن چون واقعا بازی کوتاه نمیشه کرد با تیم نونهال. یه موقعیت خطرناک برای تیم نونهال اگه گل بکنن بازی جذاب‌تر میشه. نمیتونن. هرچی اون وسط گیر کرده بین لشکر رد میکنه داره همینجوری تو میاره جلو. اگر بتونه علیرضا رو پیدا کنه نمیتونه با ازش میزنه. یه بار دیگه یه موقعیت دیگه برای تیم نونهال. نمیدونم یه اسمی نیمه اول اشاره کردیم به نام مارسیال. یه اسمی داریم به نام شهرخ. یکی از مهره‌های شطرنج و یکی از بهترین بازیکن‌های زمین. بازی ادامه پیدا می‌کنه. دیگه به نظرم دو تیم دنبال آرامشن و حمله خاصی رو صورت نمیدن. با دست که می‌ندازه عالی. یه موقعیت جدی. یه موقعیت خوب نمیتونه گل کنه. خواست پیشاره تکنیکی بزنه نتونست آقای حیدری. باید ادای زلاتان رو در بیاره منتها ناموفق بود. یه موقعیت جدی پارسا باز هم توپو میگیره. بسیار عالی کار کرده. بسیار عالی کار کرده. مجددا یه موقعیت حساس. پارسا واقعا نقش زیادی رو بازی کرده تو این بازی چون بسیار تیم نونهال خوب موقعیت ریخته منتها نتونسته گل بکنه موقعیتشو. فقط یه دونه گل خورده. کلین شیتش خراب شده. باز دوباره دارن شروع میکنن تو نونهال. خیلی جذاب دارن بازی دنبال میکنن. یه شوت خوب میخواد بزنه پاس میده. میتونه گل کنه. بالاخره تیم نونهال تونست گل بزنه. مجددا
دوباره بازی شروع میشه. 7 در مقابل 2. علی فیک خوبی میاد. خدای من این که فوتبال نیست، این زندگیه دیگه. چیه این فوتبال؟ تمام عمر و علاقه آدم از کنارش تو جلو میده. چه موقعیت ایجاد کرده ارشیا و توی دروازه یه گل جذاب. بسیار گل جذابی میزنه. 8 دقیقه توی نورال دیگه اصلا باز هم یه گل بازی جذابی شده. مالکیت تیم بزرگسال پایین بوده ولی خب از اون کیفیتش بسیار عالی داشت. مثلا 7 تا الی 8 گل بزنن. ارشیا باز هم توپو میگیره. بهتون گفتم اگر ارشیا راه بیفته تیم بزرگسال هم راه افتاده. مجدد خب خطای هند برای تیم بزرگسال. توپو میکاره. نمیدونم میخواد با این همه تعداد چیکار کنه. پاسا باید بیا جلو کمک ارشیا بکنه. تو بلند میکنه. علیرضا هم ضربه ای نمیزنه. بازی دو گل. یه گل دیگه. بالاخره علی آقا کار خودشو میکنه. یه مرده‌خوری جذاب میزنه. گل آخر بازی رو به ثمر میرسونه و دیگه تیم بزرگسال خسته شده و نتیجه رو هم برده. میتونه استراحت بکنه. یه موقعیت جدی اگر شوت کنه گل میشه. عالی بوده این بازی. خب بازی ادامه داره. باز تیم نونهالان بسیار انگیزه گرفته و میخواد دوباره باز هم بازی رو اختلاف خیلی کمتر کنه و بعضا حتی کامبک بزنه. ولی تیم بزرگسال هم همینجوری وای نساده. پارسا و ارشیا همراه علیرضا وایسادن که این بازی رو کامبک نخورن. تو برمیگرده. بسیار تعداد نونهالان زیاده و یه پاس خوب و یه گل دیگه. فکر می‌کنم اختلاف 2 الی 3 تا شده. مجدد توپو نگه می‌داره. همه رو دریبل میزنه ارشیا هم خودش رو دریبل زده هم زمین رو. 11 بازیکن تیم نونهال که هیچ یه زیدانی خسم میزنه میره علیرضا دیواری به صورت مرده‌خوری میخواد بره جلو. علیرضا هنوز نتونسته. توپ برگشته. تیم نونهال دوباره داره حمله میکنه. تیم نونهال انقدر زیاد هستن که نمیدونن چیکار کنن. شهرخ استخری هم داخل بازی هستش. بسیار بازی خوبی داره. ارشیا اگر بتونه توپو به علیرضا پاس بده شاید خیلی کار بتونه بکنه ولی واقعا تو نهار انقدر زیادن نمیشه این کارو کرد. ارشیا گل به خودی خوب میزنه. ارشیا در حد شموشک شمشک عمل میکنه و تمام کار خوب خودشو با یه گل به خودی جذاب جبران میکنه. دوباره میره علیرضا بره تو بگیره. اگر علیرضا نداره تیم نهال باز حمله میکنه. شهرخ توی دروازه. یه گل دیگه. خوشحالی بچه‌های نونهال. تیم بزرگسال داره میوازه. بسیار عالی بازی کردن. هم تیم نونهال هم تیم بزرگ. افتخار میکنم به این ورزشمون. افتخار میکنم به این بزرگیمون. افتخار میکنم به این بازیکن‌های درجه یکمون. افتخار میکنم به تصویربرداران درجه یکمون. افتخار میکنم به گزارشگرانمون. تاکتیکو عوض میکنن 1-1-1. یه دونه گلر، یه دونه دفاع و یه دونه حمله. هافبکی وجود نداره. بسیار شهرخ یه پاس خوب میده و پارسا توپو نجات میدن. تو پنو وارد گل نشده. بازی ادامه داره. عجب بازی شد و نه تونستی نونهالان گل بزنه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. امیدوارم که از گزارش بنده و از بازی تیم بزرگسال نونهال لذت برده باشید. امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید. یه تکل بسیار عالی میزنن روی آقای حیدری و تمام. من گزارش رو همینجا تموم میکنم. شب و روزگار بر شما خوش. امیدوارم که بسیار روز خوبی داشته باشید. دمت گرم ماشاءالله مواظب من پزش دست بده پزش. مرسی آفرین. باریکلا بهتون میگیم کار درست عشقانی باریکلا آفرین کاپیتان این بود. هر 2 نفر یه دونه کاپیتان. خب شرف نظر چی بود؟ عالی. ببین فکر کنم بین تمام بچه‌هاتون تو از همه قدرت بدنی بیشتر بود. یعنی 2-3 جا مارو زدی قشنگ پرت شدی. زینال تویی سلام. حالا چطوره؟ ببین اونجا یه تک رو من زدی من توپ دستم نبود اصلا. نظرت چی بود راجع به تکلت؟ نظر داری؟ عقب زدی.
قصد کشتنم بود. قصد کشتن من دون اینا بود. چون شما پشت ایشون وایساده آره. بودین یا اگر به شما عقب پاس میدادن دیگه اون موقع اگه تکل میزدن حواسن رو پشت میزدن خطا بود. خب الان که تو دستم نبود زدی چی؟ پشت نزدم بغل زدم. من یه تیکه زدم به پات. اوی الان ببخشید. یه حواس اون یه تیکه که اومدم اون گوشه برم رفتم رو پات. نه شما نزدین من تکل رفتم. یعنی همه رو راست همه رو تو فقط ما رو زدی. ما کتکخور بودیم امروز اینجا. بازی تموم شد. من قبلش بهتون هشدار دادم که نتیجه چند شد؟ 8 شد. نیمه اول چند شد؟ 5-1 جلو بودیم. بعد صحبت‌ها رو که کردی قشنگ معلوم بود یه ذره اذیت شد. یه نیمه رو ما بردیم. یه نیمه مربیان شما بردید. ببین راستش رو نیمه حالا خودم رو بردم. آره نیمه خودت واقعا بردید. استاد دم شما گرم خیلی لطف الان کردید. زحمت کشیدی، آره، زحمت واقعا. دادیم به شما تیم خیلی بچه‌ها همه انرژی دارن. انرژی خودتون هم که بچه‌ها مچ میشه دیگه همه بهتره که محبت داره. هدف اینه که یه تیم تشکیل بدیم و ان ان همیشه لبخند پس لب این بچه‌ها بیا. امسال اسم آکادمی امید ایرانیان رو می‌بینیم توی تیم‌های ان شاء خدا تهران و بعدش هم ایران ان شاء الله. خیلی تشکر. ان مخلصم. دست در نکنه. محبت کردی وقت گذاشتی. مرسی ممنون. بسیار تعدادشون زیاده. یه توزیع نابرابره مثل اقتصادمون.